برتر دانستن فاطمه زهرا رضی الله عنها بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لولاک لما خلقت الافلاک. بعد ولولا علیون لما خلقتک. اگر علی نمی بود تو را نمی آفریدیم. بعد ولولا فاطمه لما خلقتکما. اگر حضرت فاطمه هم نمی بود شما دوتا رو خلق نمی کردیم. معمول چنین تعبیری اینه که از این تعبیر میفهمیم که حضرت علی علیه السلام از پیغمبر اکرم مهمترن و حضرت زهرا هم از هر دوشون مهمترن. اگر تو نمی بودی ما چیزی خلق نمی کردیم. اگر علی نمی بود ما تو رو خلق نمی کردیم. اگر فاطمه نمی بود ما شما دوتا رو خلق نمی کردیم. روند معمول حدیث اعلام افضلیت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام است از پیغمبر اکرم و از علی علیهم السلام. اینه درست است که بسیاری از موارد روند چنین گفتاری همینه. اگر حضرت فاطمه علیها السلام هم نمی بودن طبعا ائمه معصومین نبودن. ائمه معصومین در ارتباط با حضرت زهرا هستند. به نتیجه اگر ایشان هم نمی بودن اون دو شخصیت نقششون کامل نبود، کار صحیح انجام نمی شد، کامل انجام نمی شد. ما که خدا هستیم میخواستیم کار چی بشه؟ کار خوب انجام بشه، کار کامل انجام بشه. بنابراین لولاک لما خلقت الافلاک، که به وسیله تو آخرین برنامه، بهترین برنامه رو ابلاغ کنیم. لولا علیون لما خلقتک، به خاطر اینکه اگر ایشان نمی بود کار تو ناقص میموند، تکمیل نمیشد. به نتیجه لما خلقتک، چون کار کامل میخواستیم انجام بدیم. اگر فاطمه علیه السلام هم نمی بود شما دوتا رو خلق نمی کردیم، چون کار کامل نمیشد. بنابراین حدیث مشکل نداره. بنابراین حدیث مشکل نداره. بنابراین حدیث مشکل نداره. بنابراین حدیث مشکل نداره. بینندگان گرامی، این است نتیجه غلو و زیاده روی در دین که انسان را به حد کفر میرساند. مشاهده نمودید که این آخوند نادان به یک حدیث موضوع و ساختگی که نه با مبانی نقل سازگار است و نه بر مبنای عقل استناد نموده و امام علی رضی الله عنه را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برتر و فاطمه زهرا رضی الله عنها را از هر دوی ایشان مهمتر می‌داند و بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برتری می‌دهند و بر اساس هوا و هوس خود بر حدیث حکم صحت داده و میگوید این حدیث مشکلی ندارد. اول اینکه این روایت یک حدیث موضوع و ساختگی است که هیچ صحتی ندارد و به دروغ به الله متعال نسبت داده شده است. دوم اینکه سبب و علت خلقت این عالم توحید و عبادت الله متعال است، نبودن فلان و فلان، چنان که الله متعال می‌فرماید وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، و انسانها و جنها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند. سوم این که افضلیت و برتری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر تمام مخلوقات در آیات و احادیث زیادی ثابت شده است و مسلمانان عالم بر این امر اجماع دارند که ایشان بهترین انسان روی زمین بوده و هستند. اما آخوندها بر اساس عقیده پوچ امامت، بر اساس برداشت ابن سبع، فاطمه زهرا رضی الله عنها را افضل و برتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانند، چرا که ایشان مادر ائمه بودند، چنان که این آخوند به آن اذعان نمود. چگونه امکان دارد فاطمه زهرا رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برتر باشند، در حالی که یکی از دختران و امتیان و پیروان ایشانند؟ آیا امکان دارد یک پیرو از رهبر خود و یک امتی از پیامبرش افضل و برتر باشد؟
چگونه امکان دارد فاطمه زهرا رضی الله عنها برتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را امر و نهی کردند؟ آیا مقام انسانی که امر می شود از مقام انسانی که امر می کند بالاتر است؟ الله متعال فرمود: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را بر خویشتن فرو پوشند. و فاطمه رضی الله عنها یکی از دختران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودند که در این آیه مورد خطاب قرار گرفته و به ایشان امر شده است. چگونه امکان دارد زهرا رضی الله عنها برتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشند، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان خطاب می‌فرماید: یا فاطمه بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من الله شیئا. ای فاطمه دختر محمد، هر آنچه از مال من میخواهی بخواه، اما در مقابل الله از من هیچ کاری برای تو ساخته نیست. الانتصار حر عاملی جلد 5 صفحه 156، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 1 صفحه 92.